اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سوره الفلق. الله تعالی می فرماید قل بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا این که هر بنده مؤمن و مسلمان امر میکند بگو اعوذ پناه میبرم برب الفلق، به پروردگار صبح. الفلق صبح روشن میگه. من شر ما خلق، پناه میبرم به الله تعالی از شر تمام مخلوقات. اینجا ما خلق عام ذکر کرده، تمام مخلوقات شامل میشه. برابر است که انس بوده باشه، جن بوده باشه، یا مخلوقات صالح بوده باشه، مخلوقات بدی بوده باشه، چون احیانا انسان از طرف انسان صالح شر میبینه. گاهی انسان صالح، یعنی ولو که هر قدر صاحب صلاح هم بوده باشه، شیطان سرش بازی میکنه، شری یا ضرری به شخصی میرساند. و همچنان شر ما خلق شر دریاها را شامل میشه، شر کوها را شامل میشه، شر آتش شامل میشه. تمام مخلوقاتی که از طریقی از او انسان صدمه میبینه، ضرر میبینه، پس به الله تعالی انسان رجوع کنه، پناه ببره و یگانه متکای انسان، یگانه تکیه‌گاه انسان الله تعالی است و ذاتی قوی و نیرومند است. کسی که اگر به او پناه میبره، الله تعالی ذاتی است که از همه شرور او را نجات میدهد. و من شر غاسق اذا وقب، و همچنان به الله تعالی پناه میبرم از شر شب. غاسق شبی تاریک میگه. اذا وقب وقتی که خوب تاریک شود. و یا این که اذا وقب وقتی که تاریکی شب انتشار کند، همه جا را فراه بگیرد. شب وقتی که تاریک میشه خطرهای بسیار بزرگی دارد. از جمله رسول الله صلی الله علیه و سلم منع می‌فرمایند که در تاریکی شب، در ابتدای شب وقتی که تاریک میشه، پسرها بیرون شوند و بیرونی از خانه بروند جای بازی کنند یا اینکه بیرونی از خانه قرار بگیرن، به خاطری که این وقت انتشار شیطان هاست. امر میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم که پسرهای خود ببندن تا اینکه شیطان ها اصابت نکنه، اینها را ضرر نرسانن. از جمله شرهای که در شب برای انسان اصابت میکنه، انسان اگر در سفری بوده باشه، خطری عزیز که راه خود گم کنه، خطری عزیز که حیوانات مفترس و درنده بالای از این هجوم کند، خطری عزیز که مار و گژدم و حشرات دیگری ایره اذیت برساند، و همچنان خطری عزیز که انسان در چاه بیفتد یا خار و خاشاک دیگری یا چوب و سنگ دیگری به ای اصابت کنه و ایره مجروح بسازد. تمام شرها در شب امکان داره. پس ما به الله تعالی پناه ببریم از شری آنچه که در شب واقع میشه. و من شر النفاثات فی العقد، و همچنان به الله تعالی پناه میبرم از شر نفاثات. نفاثات زنهای جادوگر میگن، زنهایی که به ذریعه جادو پف میکنن در گیری ها، یعنی گیری بسته میکنن
و باز دو گیری خود پف میکنن و یک راهی از جادو است و یک طریقی از جادو است. اینها شری خطرناک دارن، انسانهای پلیدی هستند، انسانهای مفسیدی هستند، موذی هستند. ضررشان هم به خودشان که ایمان خودشان در خطر قرار دادن، ایمان از دست دادن و همچنان ضررشان به دیگرها هم. مسلمانی را دو تا زن و شوهر از هم جدا می سازن یا در میان مسلمان ها بغض و کینه و حسد و اینها را سبب میشن. بدترین مخلوقی هستند انسان های جادوگر. و من شر حاسد اذا حسد، و همچنان به الله تعالی پناه میبرم از شر حسد کننده، انسان هایی که رشک میخورن، انسان هایی که بخیل هستند. وقتی که حسد خدا آشکار میکنن در مقابل شخصی، نعمتی را بالای شخصی میبینن، طاقتشان نمیآید، تحمل ندارن، در مقابل از او حسد میکنن. حسد مرضی خطرناکی است، اصابت عین چشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم از شر چشم و از بدی چشم پناه خواستن. و این سوره مختصر و نهایت مهم در زندگی انسان که انسان مخلوق عاجز است، انسان مخلوقی ناتوان است، نمیتواند در مقابل تمام شرها مقاومت کنه، در مقابل از اینها استادگی کنه، اینها را از خود دور بسازد. این طاقت انسان نداره. یگانه ذاتی که با او تکیه میکنه، یگانه ذاتی که او را از این شرها نجات میدهد الله تعالی است. بجز الله هیچ شخصی، هیچ کسی این قوت نداره و این قدرت نداره که انسان نجات بدهد. پس انسان به الله تعالی اعتماد کند، به الله تعالی رجوع کند، الله تعالی او را حفظ میکند. اما اگر انسان به مخلوق دیگری، به شخصی دیگری، انس باشد، جن باشد، جمادات باشد، حیوانات باشد، به چیزی دیگری اگر اتکا کنه، به او اعتماد کنه، به او پناه ببرد، باز الله تعالی او را به همون مخلوق میسپارد و او مخلوق چیزی کرده نمیتونه. او بیچاره هم خودش ضعیف است، او نمیتونه شر را از خود دور بسازد. چه جایی که بیاید از این مخلوق دیگری شر را دور بکند. اگر گیریم در جایی، اگر تانست شری از شرها را سبب شد که دور کند، لکن تمام شرها را نمیتونه، خصوصا شرهای بزرگی را، شر شیطانه، بدی شیطانه، ضرری شیطانه، ضرری جادوگره، ضرری کوهاره، ضرری آتشه، ضرری غرق شدن، امثال از اینها را نمیتونه که از انسان دور بسازد بجز خالق. و همچنان ضرری جادوگرها و همچنان ضرری حاسدین، اینها را نمیتونه دور بکند. الله تعالی ما و شما را از تمام بدی ها نجات بدهد، از شر تمام اشرار نجات بدهد. الله تعالی زندگی ما و شما را مطابق کتاب خود و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم بگرداند و این سوره ها را همیش فراموش نکنیم، بخصوص در وقت صبح و همچنان در وقت بیگاه. و وقتی که اینها دو سوره را بخصوص سوره الفلق و سوره الناس میخوانیم، این دو سوره سبب میشه که الله تعالی ما را از شرها نگاه بکند و از شرها نجات بدهد. بارک الله فیکم.